سلام دوستان عزیز، بهتون تبریک میگم که این مینی دوره معجزه اینستاگرام رو انتخاب کردید و خیلی خوشحالم که شما این دوره رو انتخاب کردید، چون خیلی از افراد هستن که شاید همینجوری راحت از کنار این دوره گذشتن، ولی خب شما انتخاب کردید و برای خودتون ارزش قائل بودید و برای کسب و کارتون ارزش قائل بودید و اومدید این آموزش رو ببینید. قبل از اینکه برم سراغ آموزش باید بگم که ما میخوایم یک اصول کلی از کسب درآمد از اینستاگرام رو توضیح بدیم و امیدوارم که شما هم نکات ریزش رو یادداشت کنید و در کسب و کار خودتون استفاده کنید. دوستانی که از یوتیوب مشاهده میکنن ما رو خیلی خوشبختم و دوستانی هم که از اینستاگرام مشاهده میکنن ما رو خیلی خوشبختم. خب بریم سراغ اصل دوره که چرخه درآمد از اینستاگرام به چه صورت هستش. چرخه درآمد از اینستاگرام دوستان یه چرخه کلی داره که شما یه سری مخاطب رو جذب میکنی، بعد اونایی که جذب کردی رو با استفاده از استوریا و پست‌ها و اینها تبدیلشون میکنی به مشتری و بعد هم میفروشی بهشون. خب حالا بریم ببینیم که جذب مخاطب چه، تبدیل به مشتری چیه و فروش چطوری اتفاق میفته. این اسلاید بعدی. خب جذب، شما از طریق تبلیغات، از طریق محتواهایی که در اینستاگرام میذارین و از طریق گزینه‌های دیگه یک سری فالوور رو جذب میکنید، یا یک سری مخاطبی که به کار یا محصول شما علاقه دارن رو جذب میکنید. ما فرض میکنیم شما 1000 تا فالوور دارید. خب بذارید عقب، چون اسلاید رو استاپ نکرده بودم دوستان. قبلی خب جذب استاپ کنیم اسلایدو. بله، ما فرض میکنیم که شما 1000 نفر رو جذب میکنید. در اسلاید قبل از این گفتم که جذب میکنی مخاطب رو و تبدیل میکنی. این تبدیل دوستان یه نرخ تبدیلی داره که حالا اسلاید قبلی که ببینید و بعد یه سری خدمتتون دارم گزینه داره که میفروشیم. این رو زدم قبلی که بدونید داستان از این قراره، شما این رو توی ذهنتون داشته باشید و بعد اینها رو با هم دیگه توی اسلاید های بعدی میگم که این چیه، این چیه و اون یکی چیه. خب خدمتتون رو ما فرض میکنیم که شما 1000 تا فالوور جذب کردی. اون نرخ تبدیلتون اگر زرنگ باشین بین 20 تا 40% میتونین اون افرادی که جذب کردین رو با استفاده از محتواهاتون تبدیل کنین به کی؟ به مشتری و به کسی که میاد به شما دایرکت میگه آقا مثلا این محصولتون چند، یا مثلا میاد آموزش شما رو میخره یا از خدمات شما دوست داره استفاده کنه. خب اینجا ما توضیح دادیم که نرخ تبدیل 20% فرض بکنیم نرخ تبدیل رو. اگر شما 1000 تا فالوور جذب کنید، نرخ تبدیلتون 20% باشه، 200 نفر میان و خدمت شما رو که به شما دایرکت میدن و میگن که آقا این محصولتون چند. یعنی شما با استفاده از اون محتواهایی که داری تونستی 20% این 1000 تا فالوور رو تبدیل کنی. حالا هر چقدر که محتواهای بهتری بسازی یا مثلا هر چقدر که تکنیک‌های فروش غیر قشنگتری اجرا کنی، این 20% 30% میشه، 40% میشه، در گاهی اوقات هست که تا 50% هم میتونه این پیش بره. یعنی هر چقدر این عددتون بالاتر باشه شما موفق ترید. این عدد هم با محتواتون یک خدمتتون عرضم نرخ یکسانی داره. یعنی هر چقدر که این عدد بره بالاتر، محتوای شما هم با کیفیت تر خواهد شد و بالعکس. خب فرض می‌کنیم شما 1000 تا فالوور جذب کردید، 20% میاد به شما دایرکت میده، 200 نفر اینها 20 نرخ تبدیلتون 20%، 200 نفر اینها میاد به شما دایرکت میده. حالا از این 200 نفر اینجا شما باید این 200 نفر رو بین 10 تا 40% نرخ تبدیل فروشتون هست. یعنی هر چقدر که فروشنده ماهرتری باشین میتونین این نرخ فروشتون رو ببرین بالاتر. یعنی میتونین از 200 نفری که میاد به شما دایرکت میده میتونین به 10%شون بفروشین یا به 40%شون بفروشین. خب این بستگی به شما داره که چقدر تکنیک فروش بلدید.
و ما فرض میکنیم که این 200 نفر که اومدن دایرکت دادن، شما به 10% اینها میفروشین و شما 20 نفر رو جذب خودتون کردین و 20 نفر رو مشتری خودتون کردین و میتونین محصولتون رو به این 20 نفر بفروشین. خب حالا این 20 نفر در قیمت محصول یا سود محصولتون ضرب میشه درآمد شما، که حالا بریم در اسلاید بعدی ببینیم که چه اتفاقی قراره براش بیفته. خب ما فرض میکنیم که شما فروش کفش داری و یه پیجی داری که یه سری کفش داخل اون میذاری و میخوای اینها رو بفروشی. حالا چطوری درآمدت به چه صورت هستش اگر بیای در اینستاگرام کار کنی و در فضای مجازی کار کنی؟ با پیج فروش کفش 1000 نفر تو فالوور داری، 20% نرخ تبدیله و 20% این 1000 نفر میاد به تو دایرکت میده. میشه چقدر؟ میشه 200 نفر. از این 200 نفر در نرخ تبدیل 10%، یعنی در مهارت 10% شما به نسبت فروش 20 تا فروش اتفاق میفته و 20 تا فرض میکنیم روی هر کف شما 200,000 تومان سود میکنید و 20 تا 200,000 تومان سود میشه چقدر؟ 4 میلیون تومان سود ماهیانه رو شما میتونید از پیج اینستاگرام برای فروش کفش با سود 200,000 تومان به دست بیارید. حالا بریم ببینیم در اعداد و ارقام بالاتر چه اتفاقی برای فروش شما میفته. خب حالا میخوام یه تکنیک بهتون بگم که چجوری این اعداد و ارقام رو ببریم بالاتر. بیا 4 میلیون تومان رو تزریق کن در اینستاگرام. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه 4 میلیون تومان تو سود کردی از فروش کفش دیگه. خب نه اجاره مغازه داری بدی، نه نمیدونم پول آب میخوای بدی، نه پول برق میخوای بدی، فقط 50,000 تومان میخوای ماهیانه پول اینترنت بدی دیگه. حالا یه سری شاید بیشتر هزینه کنه. خب 4 میلیون تومان رو تزریق کن در اینستاگرام و تو معمولاً با 4 میلیون تومان میتونی معمولاً اگر تبلیغات اصولی داشته باشی و پیجت قابلیت جذب شوندگی خوبی داشته باشه، که من حالا در آینده در اینستاگرام یه دونه پست میسازم که چطوری پیج قابلیت جذب شوندگی داشته باشه، معمولا 4,000 فالوور میگیری با 4 میلیون تومان. حالا ما با این 4,000 فالوور چیکار میکنیم؟ بریم اسلاید بعد. با این از 4,000 فالوور 20% خب نرخ تبدیل شماست که من میگم اگر حرفه‌ای باشین این 20% بیشتر هم خواهد شد. 800 نفر میاد به شما دایرکت میده. خب حالا اینجا دیگه بستگی به شما داره. این 800 نفری که میاد به شما دایرکت بده بستگی به این داره که سریع جوابش رو میدی، دیر جوابش رو میدی، نمیدونم چقدر تکنیک فروش بلدی، چقدر مذاکره بلدی با مشتری. آیا اگر مشتری میاد به تو دایرکت میده سریع بهش قیمت میدی یا نه میای اصولی پرزنتش میکنی؟ بستگی به تو داره. اگر بخوای با نرخ تبدیل 10% که به نظر من از هر 10 تا نفری که میاد به تو دایرکت میده تو میتونی به یک نفرش بفروشی، هر چقدر که ضعیف باشی. خب با نرخ تبدیل 10% از 4,000 تا فالوور 80 تا فروش اتفاق میفته. خب با نرخ تبدیل 20% 160 تا فروش اتفاق میفته، یعنی تو یکم حرفه‌ای باشی. اگر یک لول بالاتر باشی باز هم 30% فروش اتفاق میفته، یعنی 240 تا فروش تو میزنی با اون 4,000 تا فالوور در ماه. خدمتتون عرضم اگر ما حساب کنیم با نرخ تبدیل 10% که اصلا هیچی بلد نباشی از فروش، 80 تا با سود 200,000 تومان، یعنی 80 تا کف 80 جفت کفش تو میفروشی با سود 200,000 تومان. 80 در 200 تومان که ضرب کنیم میشه 16 میلیون تومان. باز دوباره در ماه بعدی، یعنی ماه اول شد 4 میلیون تومان، ماه بعدی شد 16 میلیون تومان. اگر بیای کل 4 میلیون تومان سودی رو که داشتی در اینستاگرام تزریق کنی و حالا ببینید چه اعداد و ارقام قشنگی برای این گزینه اتفاق میفته. خب دو تا رفتیم که بریم بعدی قبلی. خب این اتفاق در ماه سوم شما میفته و شما اون 16 تومانی که در ماه دوم رو داشتی دوباره آدم زرنگی هستی دیگه، دوباره میای در اینستاگرام خودت تزریق میکنی و ببین چه اتفاق قشنگی میفته برای تو. 16 میلیون تومان که شما بیای تبلیغ بکنی، از اون
اعداد و ارقام اسلاید قبلی با این نرخ تبدیل که گفتم چند تا خروش اتفاق میفته دیگه نمیارم اینجا بگم، حساب کنید خودتون روی ماشین حساب. حالا من حساب کردم. اگر شما بیای 16 میلیون تومان رو تبلیغ بکنی مستقیم، ماهیانه ماه سومت 64 میلیون تومان سود خالص با فروش هر جفت کفش که سودش 200,000 تومانه شما به دست میاری. و ماه چهارمت این عدد اگر بیای 64 تومن رو در اینستاگرام دوباره بدی به بلاگرها برات تبلیغ کنن، 256 میلیون تومن شما در ماه چهارمت به دست میاری و واقعا عدد قابل توجهیه برای ماه چهارمت. و دوباره اگر آدم زرنگی باشی دوباره دست به این پول نمیزنی و دوباره میای تبلیغات انجام میدی. آدم زرنگ اونیه که یه درصدی از درآمدش رو صرف تبلیغات میکنه، ولی آدم زرنگتر اونیه که میاد این پلن رو اجرا میکنه در اینستاگرام و این درآمدی که در آورده رو، این 256 میلیون تومان سود خالص رو میاد دوباره تزریق میکنه در خود اینستاگرام که به یه عدد خیلی قشنگی برسی. ببین دوستان، این هایی که من دارم بهتون میگم رو کاملا واقع بینانه من حساب کردم. اینجوری نیست که بگم آقا شما 1 میذاری 100 برداشت میکنی. نه، من نسبت 10% 20% حساب کردم. اوکی؟ پس اینها خیلی گزینه های مهمی هستند که حالا شاید خیلی از همکاران ما نیام بگم، ولی من دارم واقع بینانه‌اش رو به شما میگم. البته این واقع بینانه به صورتیه که شما اصولی کار کنید توی فضای مجازی. پس دوستان گلم، شما در ماه چهارم 256 میلیون تومان رو میایین در ماه پنجم تا هفتم، یعنی در عرض 2 ماه به اینستاگرام خودتون تزریق میکنید و 1 میلیارد تومان شما سود خالص رو به دست میارید و واقعا سود قابل توجهی هستش برای فضای مجازی و این خیلی بحث شیرینیه. اگر اصولی کار کنید بچه‌ها، واقعا 1 میلیارد که چیه؟ ما با 10% حساب کردیم. شما میتونید 20% تبدیل کنید و این 1 میلیارد رو تبدیل کنید به 2 میلیارد تومان و این واقعا چیزیه که برای ماه پنجم تا هفتم شما اتفاق میفته. کدوم شغلی رو شما سراغ دارین که ماه پنجم تا هفتمش طرف 1 میلیارد تومان سود خالص کسب کنه، اونم توی کشورمون ایران؟ که البته حالا ما بخوایم حساب کنیم در بقیه کشورها هم همینه. یعنی شما 1 میلیارد تبلیغ کردی، 4 میلیارد تومان سود خالص به دست آوردی. حالا با اون 4 میلیارد رو دیگه شما ماه نهم خب حساب کنید دیگه، 9 ماه تلاش کردیم براش، حالا دیگه بیاین به خودتون یه حالی بدین و ماه نهم میای حالا 3 میلیاردش رو، خب شما اگه همون اول میرفتی اون 16 میلیون تومان رو هزینه میکردی به این نمیرسی. من دارم میگم که شما از این اینستاگرام درآمد در بیار، به خودش تزریق کن. نمیگم از تو جیب در بیار به اینستاگرام تزریق، از خودش در بیار به خودش تزریق کن. خب 3 میلیاردشو میریم مثلا میگم حالا هر چی که دوست داری میخری، یه ماشین خوشگل میخری، اینجا دیگه پیجت به اونجایی که باید رسیده. خب و اون 1 تومن دیگه‌اش رو دوباره میذاری کنار برای تبلیغاتت و از ماه نهم به بعد دوباره هر درآمدی که در میاری و میای 70% رو میذاری تو جیبت، 30% رو اینجا دیگه آزادی که تبلیغات انجام بدی و 70% رو برو استفاده کن، هر کاری دوست داری انجام بده، 30% رو بیار تو اینستاگرام تزریق کن. البته بعد از ماه نهم و شما یعنی بعد از اینکه اون پیجتون اون زیربناش ساخته شده. توجه کردین وقتی که میخوان یه ساختمون بسازن میان اول مثلا 40 متر میکنن میرن پایین، بعد یه برج میزنن روش؟ این همون این ماه نهمه همون 40 متر است که شما کندین و اون به قول معروف بتون قویی که ریختین در پیجتون. دقیقاً پیج هم مثل ساختمان سازی، شما هر چقدر در خودش تصریف کنید واقعاً جوابدهی رو داره براتون، برای کسایی که علاقه دارن به این فضای مجازی. و حالا من در اینستاگرام در پیج خودم و حالا بعضی وقتا هم در یوتیوب که حالا مینی دوره میذارم توضیح دادم که چطوری، البته توی پیجم دقیق تر گفتم، توضیح دادم که چطوری شما بتونین با استفاده از این پلن ها، حالا ما چطوری محتوا بسازیم، چطوری پست بسازیم، چطوری استوری بذاریم و از این قبیل کارها. خب ما همه اینها رو توی پیجمون توضیح دادیم و پیشنهاد میکنم تو هم اگر پیج منو نداری حتما پیج منو داشته باش. بریم ببینیم اسلاید بعدی چی براتون آماده کردم.
این است معجزه اینستاگرام. واقعا هم شما یه درآمدی داری، در ماه نهم به یه درآمد 4 میلیاردی میرسی و واقعا معجزه خیلی قشنگی به نظر من برای کسایی که دارن کار میکنن اتفاق میفته و خدمتتون عرضم اینستاگرام رو باور کنید و واقعا معجزات خیلی قشنگش رو، شیرینی معجزاتش رو حتما بچشید. پیشنهاد میکنم که حتما اینستاگرام رو اصولی یاد بگیرید و من یک دوره‌ای در آینده براتون دارم آماده میکنم، اسمش رو گذاشتم دوره معجزه اینستاگرام، برای کسایی که از صفر استارت اینستاگرام تا 100 اینستاگرام، یعنی از 0 تا 100 اینستاگرام رو براتون گذاشتم. ببخشید، براتون دورش رو دارم آماده میکنم و تقریبا تا یکی دو هفته دیگه، یکی دو هفته آینده این دوره ما آماده است و خیلی تبریک میگم بهت که اومدی و این دوره رو دیدی و اون دوره رو هم مشخصاتش رو براتون میذارم. پیشنهاد میکنم که حتما دنبال کنید ما رو که بتونین یک معجزه قشنگی رو واقعا در زندگی خودتون رخ بدین. اسلاید آخر هم اسم پیج ما بچه فارسان کسب هستش که کسایی که در یوتیوب حالا این رو دیدن حتما برن اینستاگرام ما رو دنبال کنن و توضیح کلی بدم بهتون که طبق تجربه خود من که در این چند سال در اینستاگرام داشتم، من این چند سال در حال خدمتتون عرضم تحقیق بودم و این اولین باری که دارم دوره آماده میکنم برای دوستان و این 4-5 سال در حال تحقیق بودم. چندین کار مختلف رو با هم دیگه استارت زدم و یک سریاش رو تا یه جای پیش بردم، یک سریاش رو برند کردم و فروختم، یک سری برند فروختم و من برندسازی رو کامل در این دوره بهتون توضیح میدم، ادیت زدن رو بهتون توضیح میدم، فیلم برداری رو بهتون توضیح میدم، لحن بیان رو بهتون توضیح میدم، خدمتتون عرضم خیلی گزینه‌های دیگه، تکنیک‌های خیلی قشنگی هستش که میتونید در اینستاگرام به کار ببرید برای گرفتن ویوی بالا رو بهتون توضیح میدم و مطالب انگیزشی داره دورمون و شما در این دوره میتونین خیلی پیشرفت کنین. پیشنهاد میکنم که دنبال کنید ما رو و حتما دوره خدمتتون ازم منتشر شد اون رو دریافت کنید و استفاده کنید. امیدوارم هر جای ایران عزیز هستین موفق و پرقدرت باشین. ارادتمند.